سالمی کودک از روزهای اول در مرکز توجه والدان قرار دارد. یکی از جنبه‌های مهم حفظ سلامتی کودک گذرانیدن واکسین‌های لازمی در وقت معین است. در تاجیکستان تقویم ملی ایمنیزاسیون موجود است که طبق آن کودکان بر ضد بیماری‌های خطرناک ایم کرده می شود. اکثر پدر و مادران تاجیک کودکان خود را در مرکزهای طبی واکسینه میزنند، زیرا درک میکنند که این تدبیر پیشگیری کننده سلامتی آنها را حفظ میکند. اگر شما درباره یگان واکسینه شبهه داشته باشید یا سوالی داشته باشید، بهتر است با پزشک کودک خود مشورت کنید، نه با آوازهایی که در اینترنت یا بین مردم پهن می شوند. علم ثابت نموده است که واکسینه های زمانوی ثمرناک و بی خطر و منفعتشان از خطر پهنشوی بیماری ها چندین مراتب بلندتر است. غیر از واکسینه، معاینه های دوره طبی کودک را فراموش نکنید. در سال اول کودک زود از نظارت پدیاتر می گذرد. وزن و قدش سنجیده، رشد عمومیش بهاگذاری می شود. حتی اگر کودک سالم نماید هم این معاینه ها امکان میدهند یگان نشانه خرد مشکلات را بر محل پای برده تبابت کنند. مثلا سنجش بینایی و شنوایی در سالهای اول مهم است، چون که اگر یگان نقص پیدا شود پیش از آغاز مکتب باید حل گردد. درد دندان نیز می تواند کودک را اذیت دهد، هرچند دندانهای شیری موقتی اند، باید آنها را نیز نگاه و بین کرد و در حالت کریس داشتن جدی و دندان پزشک مراجعت نمود. رعایت گیگین، امگذرانی و نظارت منتظم سلامتی به شما اطمینان می بخشد که طفلتان سالم و خوشروزند. شما کدام جنبه های نگاه و بین طبی را مهم می حسابید؟ امگذرانی را، معاینه های پیشگیری را یا چیزی دیگر؟ تجربه شما با طبیبان کودکانه چگونه بود؟ شرح خود را در کامنتاری با ما ارسال نمایید. یادآور میشیم که سرپرستی برنامه ما شرکت لین دوید می باشد. نوابسته از باد و هوا و فصل سال، عائله ما سری خوردککی خود را دارد. لین دوید با ویتامین D.